بچه خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه من مستر UMP هستم و اومدیم با یه ویدیو گرنگ دیگه. بچه امروز میخوام بهتون شرایط ورود به گیلد بلک رویال رو بگم که گیلد خودمه. بچه یه گیلد دیگه داشتم که دقیقا این گیلد بذارین توشون نشون بدم. اگه پیداش کنم گیلد ما رو تبر کردن. این گیلد ما بود و الان دوباره گیلد افتتاح کردیم. فعلا 7 نفرم داخلشونن که خودم هم تستر گیلدم. بچه گیلد خوبیه، میتونین داخلش خیلی با هم گپ و این حرفا بزنیم، با هم میتونیم حرف بزنیم. بچه شرایط گیلد حالا بهتون میگم. بچه من یه دقیقه برم بیام شرایط گیلد رو بیارم. بچه این شرایط گیلد قبلیمون بود که هنوز هم شرایط همونه. اصلا شرایط ورود به گیلد بلک رویال، این شرایط گیلد ورود به گیلد ایران PC رو در نظر نگیرین، به هیچ وجه بیادمی نمی کنین و اگر دیده باشه از گیلد بند میکنیم. حتما باید تگ گیلد بزنید، سعی کنید بیشتر اوقات آنلاین باشین، با آفیسر گیلد و لیدر گیلد همکاری لازم انجام شود. در تست گیلد نباید بچه دست به دیری بازی کنین، اگر دیده بشه قبول نمیشه. شماره آفیسرم میذارم، میتونین برای تست باشون صحبت کنین. کلمه رئیس گیلد نمونه. حالا من واسه اون بچه شمارمو که نمیذارم، ولی میتونین آیدی کانال آیدی تلگراممو میذارم، میتونین از اونجا بهم پیام بدین و برای تست با هم هماهنگ کنین. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.